درود به شما ایران گرایان و میهندوستان. امروز روز بسیار مهمیه، هم برای آمریکایی ها هم برای تمام جهان. بدون شک روز بی تأثیری نخواهد بود. روز انتخابات رئیس جمهوری برای آمریکاست و می‌دونیم که یک جنگ بسیار بزرگی در پیش هست بین آقای ترامپ و خانم هریس و تا فکر می‌کنم تا چند روز دیگه مشخص خواهد شد. البته شمارش‌های اولیه اومده بیرون و باز هم تا آخر روز میاد بیرون، ولی شمارش‌های نهایی تا چند روز دیگه مشخص میشه. برنده تا آخر روز یا شاید تا فردا مشخص خواهد شد، چون اون ایالت‌هایی که شمارششون دیرتر میرسه آنچنان تاثیرگذار نیستن. به هر حال آقای ترامپ میدونی که 3 ماه گذشته خیلی خوب عمل کرده بود و پیشی گرفته بود از خانم هریس و امید این میرفت که آقای ترامپ ببرن. البته برای کسانی که آرمان اولیه‌شون، اولویتشون رفاه و آسایش مردم ایران و آزادی کشورمون هست، مسلما ترجیح به آقای ترامپ میرفت، چون آقای ترامپ که جلوی ملاها و رژیم آخوندی محکمتر وای میسه. سیاست‌های این دو با همدیگه کاملا متفاوته و سیاستی که آقای ترامپ در پیش میگیره در مقابل جمهوری اسلامی به نفع آزادی خواهان ملت ایرانه. به همین دلیل بیشتر آزادی خواهان به طرف آقای ترامپ هستند و جمهوری اسلامی 100% به طرف خانم هریس. آرزو میکنن که خانم هریس پیروز این مبارزات بشه، چرا که میدونن که با روش خانم هریس خیلی بیشتر میتونن دووم بیارند و به بقای خودشون ادامه بدند. البته این دو همواره من گفتم، باز هم میگم که هیچ گونه انتظاری از هیچ از اینها نباید داشت، چون تمام رئیس جمهورهای هر کشوری مسئولیتشون فقط به همون ملت و به اون کشوره. ولی مسلما روش‌های مختلف اینها در پیش میگیرن برای رسوندن اون اهداف برای ملت خودشون، به منافع ملی خودشون، و اون روش هاست که ما باید در نظر بگیریم. ببینید کدوم روش، کدوم راهی که اینا پیش میگیرن با آرمان های ما بیشتر همسویی داره. این گونه نیست که بگیم آقای ترامپ میاد پس دیگه میاد که ما رو آزاد کنه. به هیچ عنوان. اولا آزادی ایرانیان فقط باید به دست خود ایرانیان باشه. مسلما اگر حمایت کشورهای دیگه باشه به ما کمک میکنه، هزینه رو کم میکنه، ولی این آزادی باید به دست ملت ایران باشه. اون افرادی که نشستن اسرائیل حمله‌ای بکنه ایران آزاد بشه یا آمریکا تحریمی بکنه آقای ترامپ بیاد کاری بکنه، واقعا این به نظر من همون عقاید امام زمانیه که ما بشینیم عقب یکی بیاد یه کاری بکنه. نه، این ماییم که باید یه کاری بکنیم، ملت ایران. ولی خب در این راه باید حمایت دیگران رو بگیریم و حمایت از طرف آقای ترامپ گرفتن بسیار آسان‌تر بود. روش و منش ایشون یه جوری بود که ما مردم آزادی خواه ایران راحت‌تر میتونستیم اون حمایت رو از ایشون بگیریم. با خانم هریس متفاوت خواهد بود. کار ما بسیار مشکل‌تر و دشوارتر خواهد شد. ناامیدی اصلا نیست، به هیچ عنوان نباید ناامیدی در دل راه بدیم. چه آقای ترامپ چه خانم هریس، مردم ایران پیروز خواهند بود. پیروز نهایی ملت ایرانند و ایران رو ما آزاد خواهیم کرد بدون شک. ولی خب مسلما با بودن آقای ترامپ میتونستیم اون حمایت ها رو بگیریم و هزینه کمتر بشه، سرعتش بیشتر بشه. امیدوارم که هنوز این اتفاق بیفته، ولی که مبارزه بسیار بسیار سختیه و اینا در حقیقت دارن خیلی موازی با هم میرن جلو. هر احتمالی در حال حاضر وجود داره. الان که داریم این برنامه رو ضبط میکنیم ساعت 11 صبح سه‌شنبه است، روز انتخابات، و در کالیفرنیا ساعت 8 شب این مرکزهای رأیگیری میبندن دیگه رأیگیری متوقف میشه. تا به الان، تا به این ساعت بسیار بسیار دشواره. شما اگر به این کانال‌های مختلف تلویزیونی رو در آمریکا ملاحظه کنید که من از چند روز دارم این کارو متداوم انجام میدم، میبینید که بستگی به اون کانالی که میرین، به اون شبکه‌ای که دارین گوش میدین، نظرات کاملا متفاوته. اون کسانی که بیشتر به طرف دموکرات‌ها هستن خیلی نظر مثبت دارن میدن و کمپین آقای ترامپ رو دارن میکوبن و میگن خراب شد و دیگه خراب کردند. و البته آقای ترامپ واقعا یک خرابکاری هایی در این 10 روز گذشته در کمپش انجام شده که متاسفانه
میتونه ضربه‌ای به انتخابات ایشون بزنه. حالا چقدر این ضربه محکم خواهد بود، چقدر مؤثر خواهد بود خواهیم دید، ولی به طور یقین در این 10 روز گذشته کمپ آقای ترامپ خوب عمل نکرد و پیام هایی که داشت میداد پیام های خوبی نبود. تاثیرش 100% خواهد بود، حالا چه حد میبینیم. امیدوارم که اونقدر نباشه که ایشون این مسابقه انتخاباتی رو ببازن، چون باز به این دلیل که کار آزادی خواهان ایران رو اندکی دشوارتر میکنه. من یکی از دلایلی که میتونم بگم آقای ترامپ اشتباه کردند و متاسفانه تمام اون مشاورین رو که عقیده داشتن این کارها اشتباهه رو اخراج کردند و دور و برشون آدمایی هستن که به نظر میاد که هماندیش خودشون هستن و فقط دارن براشون دست میزنن و میگن برو جلو، کار درسته. ایشون تا همون لحظات آخر کمپین داشتن به صراحت بدگویی میگفتند از خانم هریس، از آقای بایدن و خیلی گفتارشون بسیار میتونم بگم زننده بود که این به زیان کمپینشون هست. در این شبکه‌های دموکرات اگر نگاه کنین همینجور این کلیپ های سخنان ایشون و آقای ونس رو تیکه تیکه دارن پخش میکنن که ببینین چجوری این عقایدشون چجوریه، ببینین رفتارشون چجوریه، ببینین کردارشون چجوریه. و مسلما پیشینه آقای ترامپ که خب اتهامات زیادی از طرف زنان بهش وارد شده و برخی از اون اتهامات رو حتی مجرم شناخته شده تاثیرگذار هست. یک تاثیر دیگه که در این کمپین 100% وجود داره اینه که طرفداری آقای ترامپ و کمپینشون از اینکه این قانون رو ورسس وید برداشته بشه است. زنان بسیار مخالف این هستند. به هر حال من فکر کنم که نکته کلیدی در این انتخابات زنان خواهند بود. زنان آمریکا سرنوشت این انتخابات رو به عقیده من تصمیم گیری خواهند کرد و رفتار و کردار و گفتار آقای ترامپ کمک نکرده بهش در این مورد متاسفانه. خواهیم دید. در حال حاضر تا این لحظه واقعا نک تو نک خیلی موازی و مساوی با هم دارن میرن جلو. چند ساعت آینده بیشتر میتونه مشخص کنه که کی داره پیشی میگیره و چقدر این پیشی قدرتمند هست. به هر حال این انتخابات 1% خواهد بود. من فکر میکنم متفاوت تعداد رأی ها بیشتر از 1% باشه برای این دو کاندید. بسیار بسیار نزدیکه، انتخابات بسیار نزدیکه و همون گفته ها و همون رفتار و کردار میتونه اون تاثیر کوچیکی که میذاره سرنوشت رو عوض کنه. خواهیم دید. به هر حال امیدواریم. من به عنوان یک ایرانی که آزادی ایران رو میخوام، آزادی کشورم رو میخوام، آرمان اولیه‌ام آزادی ایرانه و اولویتم اونه و بر اساس اون اولویت رأی میدم، به آقای ترامپ رأی میدم. چرا که با تمام کمبودهایی که دارن وقتی اولویت ایران و ایرانی باشه، ما بین آقای ترامپ و خانم هریس هیچ میتونم بگم هیچ آپشن یا هیچ چویسی نداریم. نمیتونیم انتخاب دیگه بکنیم. آقای ترامپه، چون نشون داده که بهتر میتونه با مبارزین ایران کار بکنه، بهتر میتونه جلوی رژیم جمهوری اسلامی بایسته. همین و همین، وگرنه از هر دو کمپ که بخواین ایرادها بسیاره. من بعضی وقتا میگم یعنی در این کشور آمریکا، این کشور پیشرفته، این کشوری که واقعا نابغه هایی در اون دارن فعالیت میکنن، این دو نفر بهترین چویس در تمام آمریکا بودن. نگاه کنید ایرادها بسیاره، هم برای آقای ترامپ هم برای خانم هریس. ولی خب خواهیم دید که چه خواهد شد. امیدواریم که آقای ترامپ ببرن و کار مردم ایران، کار مبارزین ایران بسیار بسیار آسان‌تر بشه. اگر نشد هیچ مهم نیست، به هر حال ما به کارمون ادامه میدیم. کارمون اندکی دشوارتر خواهد شد و باید بیشتر کار کنیم. باید این ارادهمون رو قوی تر بکنیم. باید کوشش ها و کنشگری هامون رو بیشتر بکنیم. خواهیم دید. فکر کنم تا برنامه آینده همه اینا مشخص میشه و در موردش سخن خواهیم گفت. اتفاق دیگه ای که در
این هفته گذشته افتاده، حضور آقای شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با آقای پاتریک بت دیوید بود. آقای پاتریک بت دیوید رو مطمئنم بیشتر شما میشناسید. شخص بسیار بسیار سرشناسیه، بسیار مصاحبه های بسیار خوبی با اشخاص بسیار مهم و مؤثر در جامعه انجام داده، با رئیس جمهورها، با اشخاص بسیار مهم ایشون مصاحبه میکنن و مصاحبه های بسیار جالب و عمیقی انجام میدن. در این مصاحبه که با شاهزاده رضا پهلوی انجام دادند چند روز پیش که دومین مصاحبه با شاهزاده بود، نکاتی بود که به عقیده من باید گوشزد بشه. آقای دیوید که من بسیار هم دوستشون دارم، ایشون رو فالو میکنم و مصاحبه هاشو رو گوش میکنم، شخص بسیار بسیار عمیقی از لحاظ اندیشه. ایشون مشاور تجاری هستن، مشاور بیزنس هستن و بیزنس بسیار موفقی دارن در آمریکا. ایشون در ایران به دنیا آمدن، از هم میهنان ایرانی آسوری ما هستند و از کودکی اومدن به آمریکا و اینجا بسیار زندگی موفقی رو درست کردن. خیلی هم قابل ستایش هستن. ایشون خیلی هم به نظر میاد که لااقل از تمام سخنانشون، از تمام برنامه‌هاشون، این که بسیار ایران دوست هستند. مردم ایران رو دوست دارن، کشورشون رو دوست دارن و ایران رو واقعا قدر ایران رو میدونن و در اون راه سخن گفتن بسیار. ایشون در مصاحبهشون به عقیده من که خیلی مصاحبه خوبی بود، به طور کل واقعا مصاحبه بسیار عمیق و خوبی بود. خیلی جالب بود که حدود 2 ساعت با شاهزاده سخن گفتن و خیلی با صراحتاً این سخنان پیش رفت. صراحت بسیار زیادی بود در این سخنان، خیلی آگاهی رسانی خوبی بود. ولی 2 نکته به نظر من اومد که مخالفم با عقاید آقای بت دیوید. یکی اینکه ایشون اصرار زیاد داشتن که مردم ایران ناامید شدند و دلیلشون بود که ببین در انتخابات گذشته چند درصد بودن، در انتخابات پیشین 80% بودن، حالا شده مثلا 30 خورده درصد. این نشون دهنده اینه که مردم ایران ناامید شدن که بسیار برداشت نادرستیه. شاهزاده البته اینو درست بیان کردن و گفتم بهشون، ولی با ایشون باز اصرار میکرد نه خب ناامیدیه، در صورتی که ایشون این درک رو نکرده که مردم دارن به اون افراد حکومتی مجبورن رأی بدن و وقتی رأی نمیدن این دلیل ناامیدی نیست، دلیل اینه که کل حکومت رو دارن میذارن کنار، دارن گذار میکنن از حکومت. یعنی دارن میگن که ما این حکومت رو قبول نداریم که درش بریم انتخاباتی شرکت کنیم. این برعکس اون زمان جنبش سبزه که مردم می اومدن امید داشتن به افراد همون نظام، می اومدند و ابراز امیدواری میکردن با رأی دادن و بعد هم دیدیم که اون جنبش سبز پیش اومد که حرف اصلی البته برانداز درشون بود. همواره گفتم که 100% برانداز درشون بود، ولی حرف عمده، حرف کلی در اون جنبش سبز این بود که من جمهوری اسلامی رو قبولش کردم، انتخاباتش هم قبول کردم، در این انتخابات هم شرکت کردم، حالا رأی من کو؟ رأی من رو دزدیدید. این حرف جنبش سبز بود، حرف کلی. باز میگم درونشون براندازانی بودن که آگاهتر بودن، میدونستن تمام اینها بازی بیش نیست، این تنها راه نجات ایران سرنگونی کل این نظامه و برانداز بودن. ولی اون حرف کلی اون جنبش این بود که رأی من کو؟ من این انتخابات رو شرکت کردم، شما رو قبولتون کردم، انتخاباتشون رو قبول کردم، رأیم کو؟ چرا دزدیدی؟ آقای دیوید این اشتباه رو کردن که فکر کنم ناامیدی که مردم پیدا کردن از درون ایران که به حکومت ناامید شدن دیگه، با امیدی ندارن که یک فردی از درون نظام بلند شه اصلاح بکنه و اصلاح طلبی بلند شه بیاد اوضاع رو درست بکنه. این ناامید شدن، این رو باید مطرح میگن. ولی ایشون فکر کنه که طوری بیان میکردن که یعنی مردم از آینده ایران ناامید شدن و مردم از اپوزیسیون ناامید شدن. اصلا ربطی نداره ناامیدی اونها از اینکه انتخابات درون ایران رو انجام نمیدن، ربطی به ناامیدی به اپوزیسیون نداره. اپوزیسیون که در اون انتخابات شرکت نکرده، که کسی از اپوزیسیون در اون انتخابات وجود نداره که بخوایم بگیم مردم نرفتن پس ناامیدن از اپوزیسیون. این حرف بسیار نادرست بود که شاهزاده هم البته صحیحش کردن، ایشون رو سعی کردن بهشون توضیح بدن که نه، این ناامیدی نیست، این گذار از اون حکومته.
مردم دارن با این شرکت نکردن در انتخابات نشون میدن که از این نظام، از کل نظام گذشتند. باوری به این نظام ندارن که بخوام بیان حالا درش انتخاباتی انجام بگیره و رأی بدند. این یه نکته‌ای بود که خب به نظر من آقای بت دیوید به نادرست بیان میکردن که یعنی مردم از اپوزیسیون هم ناامید شدن. یه گونه‌ای میگفتن که یعنی خب شما فعالیتایی کردین، مردم ناامیدند، برای همین نرفتن رأی بدن. این اصلا ربطی به هم دیگه نداره. اون ناامیدی در درون ایران از حکومت ایران و این رو شاهزاده البته صحیح کردن. بخش دومی که من اندکی باش زاویه دارم اینی که ایشون با صراحت اعلام میکرد که در هر بیزنس اینجوریه، ببینیم فرضاً افراد موفق چگونه رفتار کردن و میگفتن که حتی خمینی این گونه رفتار کرد که بیا صراحتاً بگو من اومدم که فرضاً این کاره بشم و این جایگاهو بردارم و این کارو میخوام بکنم، که شاهزاده هیچگاه این کار رو نمی‌کنن. شاهزاده مرام و روششون کاملا مشخصه. همواره گفتند که من میام به عنوان یک ایرانی در کنار شما هستم، رهبری این دوران گذار و این انقلاب رو به عهده میگیرم تا روزی که مردم برن پای میز رأی آزاد و مردم تصمیم میگیرن چیکار میکنن. برای خودش هیچ وقت جایگاهی در نظر نگرفته و اعلام نکرده. همواره گفته که من هیچ قصدی برای آینده خودم ندارم، مردم تصمیم میگیرن، ما تابع رأی مردم هستیم. وظیفه خودشون رو تا زمان آزادی ملت ایران میدونند. بعد از اون میگن اون وظیفه رو مردم ایران تعیین میکنن. وظیفه خواهم داشت، نخواهم داشت، در چه رولیه، در چه جایگاهیه. آقای بت دیوید پاتریک همواره پافشاری میکرد که نه، شما باید قاطعانه بیاین بگین که یعنی من اومدم اینجا که فرضاً بشم شاه مملکت یا حالا هر چی، که بسیار غلطه. ما نمیتونیم خواستار یک دولت دموکرات باشیم، یک دولت مردمی بر اساس رأی مردم، ولی بعد بگیم رهبرمون یک دیکتاتوری میاد میگه من اومدم و دتید، من اینجا هستم و من اومدم که در این جایگاه بر شما فرمانروایی کنم. این دیدگاه آقای پاتریک به عقیده من غلطه. ایشون اولا دارن 50 سال پیش خمینی رو مقایسه میکنن که اون شخصیت رو با شخصیت شاهزاده رضا پهلوی که کاملا متفاوته. شاهزاده رضا پهلوی همواره نشون داده که انسانی بسیار دموکرات، بسیار مردمی و میخواد بر اساس رأی آگاهانه مردم رفتار کنه. و ایشون میگفتن که نه، باید شما با صراحت بیاین بگین که چیکار میخواین بکنید و شما بیاین مثلا که اعلام بکنید که من اومدم و شاه مملکت هستم و اومدم که مملکت رو پس بگیرم. خب این به هیچ عنوان عملی نیست، به هیچ عنوان با رفتار و کردار و خصوصیت‌های شاهزاده رضا پهلوی همسویی نداره و مردم ایران این رو درک کردن که شاهزاده رضا پهلوی فردی مردمی و دموکراته. به همین دلیل مردم ایران به این حد دوستش دارن، به همین دلیل این همه اطمینان به اون هست و رفتار اونگونه به عقیده من کار غلطی بود که ایشون پافشاری میکردن و شاهزاده هم به درستی خیلی قشنگ بهشون توضیح دادن که نه این گونه نیست. من اومدم اونجا که مردم رو به اون میزهای آزاد رأیگیری برسونم و بعد از اون مردم تصمیم میگیرن و مردم تعیین میکنن که چه رولی من بازی خواهم کرد یا نخواهم کرد. به هر حال این مصاحبه رو حتما گوش بدید، به نظر من بسیار آگاهی رسان بود. این دو نکته بود که من باش اندکی زاویه داشتم، ولی به طور کل بسیار مصاحبه خوبی بود. آقای پاتریک بت دیوید بسیار خوب این مصاحبه رو انجام داد. میگم به غیر از این دو نکته که من اندکی باش زاویه دارم که زیاد در کل زیاد مهم نیست، ولی مصاحبه بسیار آگاهی رسان بود. حتما این مصاحبه رو گوش بدین، در یوتیوب هست و زیرنویسش هم فکر کنم دوستان انجام دادن و در دسترس هست. حالا من به نکته‌ای که میخوام بپردازم اینه که ما در این انتخابات خب به هر حال میتونم بگم خیلی برای ما خیلی مهمه. تأثیرش در آینده ایران بدون شک تأثیر خواهد گذاشت، بی تأثیر نیست. این گونه نیست که ما بگیم خب اینا انتخابات آمریکاست به ما چه مربوطه. این گونه نیست.
چرا که ما در حالتی هستیم در ایران که ایرانیان ایرانگرا به این نتیجه رسیدند که دیگه اون مسئله اصلاحات کلاً از روی میز برداشته شده. میدونیم که در سالهای گذشته باز مردم اندکی امید داشتن به درون نظام، به اینکه کسی از درون نظام بلند میشه، اصلاحاتی میخواد بیاد بکنه و اوضاع ایران درست میشه. اون از بین رفته. اون یکی از موانع این انقلاب و جنبش ملی همین بود که برخی از مردم در ایران هنوز امیدوار بودن به آینده این نظام که حالا خودشون یه جوری درست میکنن. از زمان آقای خاتمی که اومد و اون برنامه اصلاحات رو راه انداخت، این واقعا یک ترفندی بود از طرف رژیم که بقای خودشون رو ادامه بدن. به مردم در حقیقت میگفتن جنبشی رخ نده، بشینین خونه هاتون، آسایش، آرامش تو خونه‌تون باشین، ما خودمون داریم خودمون رو درست میکنیم. در درون ما کسانی هستن اصلاح طلب که با ما اصولگرایان مخالفن، اونا دارن میان، حالا شما خیلی ناراحتین بریم به اونا رأی بدین. یعنی دو روی سکه رو کرده بودن، میگفتن این رو دوست نداری، خب به این رو رأی بده. و 20 و چند سال این جنبش ملی رو به عقب انداختند. چون هنوز در جامعه اون امید بود. تا زمانی که یک جامعه امید به آینده داشته باشه، انقلابی رخ نخواهد داد. اون خیزش ملی گرایانه رخ نخواهد داد. چون هنوز امید هست و بسیاری از مردم بر این باورن که انقلاب زیان آوره، انقلاب خرابی بار میاره، بذاریم خودشون درست کنن خودشونو. و این امید رو بهشون داده بودن. اون امید از بین رفته. دیگه کسی در ایران نیست که به این امید واهی دل بسته باشه. میدونن که این بازی بیش نبوده. میدونند که با این ترفند اونها رو عقب نشوندند، اونها رو ساکت کردن جزو اون اکثریت ساکت، اون جمعیت اکثریت ساکت رو بسیار بسیار بالا بردن با این امید در جامعه که ما خودمون درست میکنیم، نگران نباشید. اون امید از بین رفته. مردم ایران آگاهانه میدونند که تنها راه نجات ایران براندازی کل این نظامه. تنها راهی که ما میتونیم به آزادی برسیم، به اون رفاه و آسایش که ملت ایران لیاقتشو دارند، اینه که از کل این نظام بگذریم. و به طور یقین ملت ایران ملتی صلح طلبند. این براندازی و گذار از این نظام اون گونه نخواهد بود که برخی دارن تصورش رو در جامعه پراکنده میکنن که جنگ داخلی میشه و نمیدونم مردم خونریزی میشه. نه، ملت ایران دنبال انتقام نیستند. مسلماً دنبال دادخواهی هستند. دادخواهی عادلانه و قانونی بر اساس قانون. انتقام جویی نیست. کسانی که دستشون به خون ایرانیان آلوده هست، کسانی که به ایرانیان ظلم کردن، به مردم ظلم کردن، این اختلاس‌های کلان رو انجام دادن، مسلماً در دادگاه‌های رسمی و علنی محاکمه خواهند شد و طبق قانون باشون رفتار خواهد شد. ولی اون انگیزه انتقام جویی در ایرانیان نیست، نباید باشه. البته من نمیتونم این کار بکنم که کسانی که زخم مستقیم خوردند از این حکومت مسلماً خشم زیادی دارند. ولی من امید بر این هست و خواست ملت ایران بر این هست که ما مردمی قانونمند داشته باشیم در آینده ایران. حتی اونهایی که خشم زیادی دارن از این حکومت که فرزندشون رو کشتند، پدر یا مادرشون رو آسیب رسوندند و کشتند، اونا بتونن به دادخواهی عادلانه و قانونی برسند و این 100% انجام خواهد شد. ولی بدنه این نظام که مردمی هستند و دستشون آغشته به این ستم‌ها نیست، مسلماً آرمان ما باید این باشه که اونها به ما بپیوندند. هم از هزینه مردمی کم میکنه، هم از هزینه، به حال اونها هم جزء مردم ایران هستند. اونها هم ایرانیانی هستند که حالا به دلایلی به اون طرف رفتن و اینو باید بدونیم که در این نظام افراد بسیار زیادی صرفاً اونجا دارن کار میکنن، حقوق میگیرن و زندگی خانواده‌شون رو میگذرونن. بسیاری از اونها دل خوشی از این نظام ندارن، همراهی فکری با این نظام ندارن. این صرفاً یک کاره براشون، یک شغله که امورات خانواده‌شون رو بگذرونن.
اونها 100% به آغوش ملت باز خواهند گشت و ما باید این راه رو باز کنیم. هر چقدر این راه بازتر باشه برای پیوستن اونها به مردم، از این هزینه کم خواهیم کرد، از این خسارات کم خواهیم کرد و زودتر به اون نتیجه‌ای که می‌خوایم میرسیم. در نتیجه این خیلی مهمه که ما با آغوشی باز برای کسانی که جرمی انجام ندادند، ستمی انجام ندادند، دزدی‌های کلان نکردند باز باشه. آغوش جامعه باید برای اینها باز باشه و این رو بدونید که اگر می‌بینید این ریزش‌ها هنوز اندکی داره رخ میده، به اون صورت وسیع نیست، به این دلیلی که مردم این گونه هستند. مردم نگاه میکنن ببینن که طرف برنده کجاست. مسلما اینایی که روی دیوار نشستن ببینن اوضاع چجوری میشه، اگر ببینن که مردم، اراده مردم بسیار بسیار استوار هست و بر این اراده که از این حکومت ما گذر میکنیم و به یک حکومت مردمی خواهیم رسید و قدرت دست مردم خواهد بود و پیروزی نهایی مال مردم خواهد بود، یقین بدونید که وقتی این براشون مشخص بشه، این ریزش‌ها روز به روز بیشتر خواهد شد. مسلما نمیتونیم ما از اینها توقع داشته باشیم وقتی هنوز مردم، این کفه قدرت مردم اینقدر سبکه و این حکومت به اینقدر سنگین و با سرکوب و با اون پولی که در جیبشون داره حکمرانی میکنه، بیاین شما به مردم بپیوندید. این خواسته این ناعاقلانه است و این کارو نخواهند کرد. زندگی خودشونو، خانوادهشونو به خطر نمیندازند. حتی وقتی برعکس این نظام فکر میکنن، مخالف این نظام هستن، وقتی زندگیشون از اون راه داره تامین میشه و امنیتشون با بودن با اونها هست، این کارو خواهند کرد. وقتی احساس ناامنی بکنن اگه بیان به طرف مردم، امنیتشون رو از دست میدن، چرا باید این کارو بکنن؟ در نتیجه ما باید این ریزش ها رو خواهیم دید وقتی که این خیزش مردمی قدرت بگیره، وقتی که اونها به این نتیجه برسن که مردم پیروز نهایی خواهند بود. اون موقع است که شما این ریزش ها رو بیشتر و بیشتر خواهید دید و باید اونها بدونن که آغوش ملت بر روی اینها بازه، چه از درون حتی بسیج و سپاه و ارتش، و ارتش که ارتش ملی بود الان به قدر آلوده‌اش کردند. یعنی در حقیقت باید از اون فیلتر سپاه افراد بگذرن تا به درون ارتش برن. اسمش هنوز ارتشه و مسلما یک بنمایه ملی هنوز درش هست، ولی بسیاری از افرادی که بهش پیوستند از اون فیلتر سپاه گذشتند. در نتیجه در درون ارتش در حقیقت سپاهیان زیادی وجود دارند و اون خالصی که ارتش داشت رو ازش گرفتن، چون میدونستن که چه خطری در انتظارشون هست از درون ارتش. به همین دلیل اون ارتش رو واقعا آلوده کردند با افراد با افکار سپاهی و با اون افکار حکومتی. ولی از درون تمام این سازمان ها و همین گونه از تمام شرکت ها و سازمان ها و وزارت ها و هر چیزی که به این دولت وابسته است، مردمی درشون هستند که با مردم هستند. فکر و ذکر و دلشون با مردمه. راه زندگیشون از طرف این حقوق های دولتیه و اونها باید بدونن که آغوش ملت بر روی اونها باز هست و در زمان مناسب که خودشون خواهند دید به مردم خواهند پیوست. ما روی این ریزش بسیار بسیار باید کار بکنیم و به روش حساب بکنیم، چرا که ما نمیخوایم بیایم خط بکشیم بین ملت و هر کی در این حکومت همکاری داره میکنه و ازشون حقوق داره میگیره و باشون کار میکنه. این خط رو نباید بکشیم به هیچ عنوان. ما خواهان یک جنگ داخلی نیستیم. خطی بین ملت و اونها نباید باشه. کسانی که دلشون با مردمه باید بتونن آزادانه از این خط بگذرن، بیان به آغوش ملت بپیوندن و بدون شک از هزینه مردم کم خواهد کرد در این مورد. شاهزاده رضا پهلوی بسیار بسیار کنشگرانه داره در این راه قدم برمی‌داره. ما اون رهبری که برای چندین سال افراد میگفتن ما پیروز نشدیم چون رهبری نداشتیم، اون مسئله حل شده است و شاهزاده بسیار عاقلانه رفتار کرده، سیاستمدارانه رفتار کرده. اون زمانهایی که مردم فکر میکردن که خب این جنبش اومد دیگه تموم شد، ایران آزاد شد، ولی مشخص بود که نه، این جنبش آزادی خواهانه نیست.
در درونش افراد آزادیخواه هستند، ولی جنبش آزادیخواهانه نیست، فرضاً همون جنبش سبز. یا در جنبش هایی که میدیدیم داره افکار و عقاید به طرف همون آزادیخواهی و گذر از نظام میره، ولی هنوز قدرت نداره این حرکت. چرا که مردم پشتش نیستند. ببینید یه مثال که من همیشه میزنم، همتون واقفین به این اسطوره کاوه آهنگر. این اسطوریه که اگر بدونید در موردش میدونید جریان چی بود. شخصی در جامعه‌ای که بهش داشت ظلم میشد، در جامعه‌ای که بهش ستم داشت میشد، ضحاک داشت به اونها ستمگری میکرد، شخصی دیگه تحمل نکرد، گفت دیگه بسته و اون روبنده چرمیشو بلند کرد، پرچمی ازش ساخت و رفت به سراغ فریدون زمان که بلند شو فریدون، باید بریم این ضحاک رو از اون حاکمیت برداریم. ولی اتفاقی که افتاد این که مردم پشت سر اون کاوه آهنگر بودند، مردم پشتش ایستادند و رفتند با رهبری فریدون و ضحاک رو نجات دادن، ضحاک رو شکست دادن و کشورشون رو نجات دادن. اون اتفاق در ایران داره میفته. تنها کمبودی که ما داریم اون ملت پشت اون کاوه هاست. کاوه های آهنگر در ایران زیادند. تک تک این دلاوران که به خیابان ها آمدند، تک تک این دلاوران که میدونستند در مقابل این حکومت اگر بایستند چه سرنوشتی خواهند داشت، شجاعانه آمدند، ایستادند و این فریاد آزادی خواهانه رو به صدا در آوردند. ولی ملت پشتشون نبودند. اگر جمعیت رو نگاه کنید میبینید که مردم جامعه پشت اونها نبودند. نگاه نکنید که در این خبرها میبینید فرضاً 10,000 نفر تو خیابون‌ها هستن، میگیم بعد چه جمعیتی. برای شهرهای بزرگ ایران اون جمعیتی نیست. اون ملت، اون مردان و زنان و پدران و مادران و برادران و خواهران باید میومدن، حمایت میکردن، پشت اینها میایستادن، پهلوی اینها میایستادن و در کنار اینها بودن که اون جمعیت میلیونی پیش بیاد که سرکوبگران دیگه حتی جرأت این گونه خشونت نشون دادن رو به خودشون ندن. وقتی ما متاسفانه می‌بینیم که افراد اون گونه پشتوانه ملی رو ندارند و تعداد همون جوانایی میشه که میان تو خیابون‌ها با شجاعت میان و اعلام میکنن بیاین منم پسر کسی هستم، بیاین کار رو یکسره کنیم، ولی جمعیت همون میزانی میاد که دیدید، مسلماً نیروهای سرکوبگر بهشون غالب میشند و دیدیم چه نتیجه‌ای داد. آبان رو دیدیم چگونه شد. دیدیم در این خیزش‌های گذشته چگونه این سرکوبگران رفتار کردند. وقتی این خیزش‌ها لوکالایز یا منطقه‌ای هست و تعداد اون حدیه که مردمی نیست، مردم پشتشون نیستند، ملت پشتشون نیستند، این کاوه های آهنگر رو تنها میذاریم تو خیابون‌ها. اینا پا میشن با آرزوی آزادی میان تو خیابون‌ها، ولی مردم اون اکثریت ساکت مقصرند. همون اکثریت ساکتی که در سال 57 هم مقصر بودند. ما خیلی راحت میایم بررسی میکنیم و میگیم این اومدند و این 57 ها با اندیشه 57 اومدند و کشور رو به این نابودی بردند و به این ویرانی بردند که درسته، ولی اون ور قضیه رو نمیگیم که اون اکثریت ساکت هم به همون اندازه مقصر هستند. اکثریتی که با اونها نبودند، اون عقاید رو نداشتند، ولی نیومدن مخالفت کنند، اجازه دادن که خیابون‌ها غرق بشن به وسیله همین افراد 57، کسانی که این ایده 57 رو داشتن که الان هم هستن، به سن و سال هم هیچ ربطی نداره. اون ایدئولوژی 57 اونی که میگه خب این انقلاب باید میشد، این انقلاب خوب بود، حالا مسیرش اشتباه رفته، فلان کس اشتباه عمل کرد، ما میایم درستش میکنیم. اونن که هنوز نمیتونن اعلام بکنن که این انقلاب 57 یک خودکشی دست جمعی بود برای ایرانیان. این انقلاب 57 به هیچ عنوان لازم نبود. ایران کشوری بود که اصلاحات لازم داشت، انقلاب لازم نداشت. حالا همون ایده گروه 57 در امروز که واقعا انقلاب لازمه، چون اصلاحاتی در این حکومت رخ نخواهد داد،
سنگ اصلاحات رو به سینه میزنن. میگن انقلاب ویران آوره، انقلاب ویرانی میاره، انقلاب خرابی میاره، انقلاب کشتار میاره، جنگ داخلی میشه. نه، بیایم اصلاحات کنیم. این اندیشه 57 به سن و سالم هیچ ربطی نداره. جوانای 17 18 ساله هستن که 57 فکر میکنن و سالمندان 70 80 ساله هستن که به هیچ عنوان 57 اندیشهشون نیست و میدونن برای ایران چی مناسبه و چی ایران و ایرانی رو نجات میده. تنشه دوستان، اگر ما همون گونه که در اون اسطوره‌مون هست عمل بکنیم و پشت این کاوه های آهنگر بایستیم، ملت ایران خیزش بکنه، فریدون اونم حاضره، کسی که اومده گفته رهبری این انقلاب رو من به عهده میگیرم، رهبری دوران گذار رو به عهده میگیرم، بعدم همه چیز دست ملت ایران. ملت ایران برای اولین بار آینده خودشون رو تصمیم گیری کنن و ما همه باید مطیع اون تصمیم گیری باشیم. این بار تصمیم گیری آگاهانه، نه مثل 57، نه مثل انقلاب 57 و اون انتخابات فروردین 58 که اومدن 2 کلمه گذاشتن جلوی مردم، جمهوری اسلامی، و گفتن رأی بدین، آری یا نه. در اون مرکزهای رأی گیریشون که مردم حتی میترسیدند که رأی نبدند. بعدم با تقلب مسلماً آرایی که در آوردند و در قانون اساسیشون نوشتن مسلماً اونگونه نبوده. ولی خب نمیتونیم انکار کنیم که اکثریت مردم رأی آری دادن بدون شک. چرا؟ دلشون خوش بود. چرا؟ ناآگاه بودند، نادان بودند، کشور رو به فنا دادند با 2 کلمه جمهوری اسلامی. جمهوری که ببین فرانسه هم جمهوری، آمریکا هم جمهوری، و خوب باشه دیگه. اسلام هم که بعد 1400 سال تو سر ما کوبیدن، اسلام عدل اسلامی و نمیدونم برابری و برادری و اسلام خوبه و دیگه تموم شد، کشور شد گل و بلبل. جمهوری اسلامی، هر دوتا هم عالی. به اون رفتن رأی دادن به 2 کلمه. پشتش چی بود؟ کسی میدونست؟ کسی میدونست که اینا با جمهوری اسلامی میخوان چه رفتاری با مردم داشته باشن؟ اینا با جمهوری اسلامی چه رفتاری با اقتصاد ایران خواهند داشت؟ با سرمایه‌های ملی ایران میخوان چیکار کنن با این جمهوری اسلامی؟ با مردم چگونه میخوان رفتار کنند؟ آینده ایران رو چجوری میخوان بسازن؟ هیچ کس نمیدونست. سوالی هم نشد. کشور گل و بلبل، جمهوری اسلامی، رأی دادند، اکثریت مردم رأی دادند. اینا اومدن توی قانون اساسیشون در بند اولش با افتخار نوشتند که مردم ایران رأی دادن، 98.2% رأی آری دادن. یعنی چی؟ یعنی ما مشروعیت داریم، مردم ما رو انتخاب کردن، دیگه هر غلطی میخوایم میتونیم بکنیم. حالا این رأیگیری رو همینجور هر سال خیلی خواستن ادامه بدن، بگن بر اساس رأی مردم ما دولتی مردمی هستیم. مردم اینو فهمیدن. در این انتخابات اخیر دیدیم که چند درصد از مردم ایران متوجه این موضوع شدن و نرفتن. اونایی که رفتن عده‌ای ناچار به رفتن بودند. همون عده‌ای که فرضاً حقوق بگیران حکومتی هستند یا اون عده‌ای که آیندهشون دست حکومته. من کلیپی داشتم می‌دیدم که این دانشجوها رو چجوری به زور میبرن در این تظاهرات شرکت کنن، میگن نمره انضباطتون رو 0 میدیم، بعدم آیندهشون خراب میشه دیگه. وقتی آینده دست یه آخوندی باشه، یک امامه‌ای باشه، یک وابسته نظامی باشه که میتونه آینده تو رو خراب کنه، میگه خیلی خب بریم دیگه، هر کاری اینا میگن بکنیم. عده زیادی از این مردم که شما در این تظاهرات میبینید ناچارن. عده زیادی از این مردم که میان در این رأیگیری ها شرکت میکنن ناچارند. برای اینکه این حکومت براشون مجازات در نظر میگیره اگه نکنن. حالا مجازات چجوریه؟ یا مزایاشون قطع میشه، اضافه حقوقشون قطع میشه، آیندهشون رو نمیذارن پیشرفت بکنن. به هر حال براشون هزینه ایجاد میکنند. در نتیجه میبینیم که این گونه هست. ولی در به طور واضح میتونیم ببینیم که روند کشور روند انقلابیه. این کاملا واضحه که دیگه اون دیدگاه اصلاح طلبی از ایران رفته بیرون. یعنی شما دیگه واقعا پوزش میکنم ولی باید خرفت باشید، خنگ و گنگ باشید که هنوز باور داشته باشید که در درون نظام میتونه یک نیروی بلند شه اصلاح طلب و بهبودی ببخشه به اوضاع این حکومت و مردمش. دیگه فکر کنم آخرین کسانی که
در اون درجه توهم بودن که هنوز به این باور داشتن، با انتخاب آقای پزشکیان دیدن چی شد. دیگه اصلاح طلبی در ایران مرده، مگر اون کسایی که وابسته نظام هستن و بقای نظام براشون یک لازمه است برای ادامه حیات خودشون، ادامه بقای خودشون، ادامه این زندگی لاکچری که ایجاد کردن. بقای نظام لازم است. اونا هنوز با این بازی‌ها میخوان بقا رو تضمین کنن، ولی مردم کاملا واقفن به این موضوع که اصلاحاتی در ایران رخ نخواهد داد. این حکومت اصلاح پذیر نیست، نه تواناییشو داره نه خواستشو داره و تنها راه نجات ملت ایران گذار کامل از این حکومته. براندازی این حکومت، البته این براندازی خودشون هم دارن انجام میدن. فروپاشی که در این حکومت داره رخ میده، حتی اگه ملت ایران کاری هم نکنن، اینا بالاخره اندکی بعد، حالا چند سال طول بکشه، خودشون به نابودی دارن میبرن، چون بر اساس دزدی و فساد و بی تدبیری این حکومت. ببینید از 45 سال پیش تا حالا کجا اومدن. شما فقط اقتصاد ایران رو نگاه کنید، 45 سال پیش کجا بود، الان کجاست. مقایسه کنید با اون سیر سعودی اقتصاد ایران، رفاه و آسایش در ایران، تندرستی و سلامت در ایران، چگونه در زمان پادشاهی پهلوی ها داشت بهتر و بهتر و بهتر میشد. از سال 57 همینجور سرازیری داره میاد پایین. خب این سرازیری جایی میرسه که دیگه اون فروپاشیه دیگه. ولی آیا ملت ایران میخوان صبر کنن، دست رو دست بذارن که اینها فروپاشی رخ بده؟ فروپاشی یعنی چی؟ یعنی بدبختی کامل کشور ایران. فروپاشی وقتی رخ میده که دیگه اینا پول نداشته باشن حتی به اون سرکوبگراشون پول بدن. یعنی اینقدر اوضاع اقتصادی داغون شده باشه، اینقدر اینا چاپیده باشن، اینقدر این سرمایه‌های ملی رو دزدیده باشن، در کشورهای مختلف سرمایه‌گذاری کرده باشن و با بی‌تدبیری و با اینکه تمام صنایع رو به فنا دادند و هیچ منبعی درآمدی در ایران وجود نداره. تنها صنعت‌هایی که در ایران اندکی رشد کردن صنایع نظامی هستند و اون به خاطر من و شما و ملت ایران نیست، به خاطر بقای اونهاست. هر صنعتی که اینا احساس کردن برای بقای خودشون لازم دارن، اون صنایع رو اندکی بهش رشد دادن. حالا عقب مانده هست، میدونم، و این عقب ماندگی فکر نکنید به خاطر اینکه مردم ایران توانایی رو ندارن. نه، این رهبری حکومته. در ایران نخبگانی وجود دارن که وقتی میان در کشورهای خارجی میدرخشند، در شرکت‌های خارجی، در کارخانه‌ها، در سازمان‌ها میدرخشند. ولی در ایران با اون رهبری، با اون گونه اندیشه، بیاین ببینید دیگه تمام سرمایه‌های ملت رو صرف موشک سازی کردن. موشکی که من سالیان سال دارم میگم بابا این موشک‌ها با تکنولوژی 40-50 سال پیشه. شما تکنولوژی 5 سال پیش هم با تکنولوژی امسال نمیتونید مقایسه کنید. اگر جنگی رخ بده با تکنولوژی 5 سال پیش یا تکنولوژی امروزی، اونی که تکنولوژی امروزی رو داره برنده است. تکنولوژی حرف اول رو میزنه در جنگ‌های امروزی. دیگه جنگ‌های امام حسینشون، حسنشون رو نمیدونم حضرت محمدشون نیست که با شمشیر باشه. تعداد شمشیر هرچی بیشتر باشه پیروزتریم. هرچی ما موشک بسازیم بیشتر پیروزتریم. اون زمان گذشت. اینا هنوز با اون انگیزه، با اون اندیشه دارن زندگی میکنن. در زمان حضرت محمد شمشیر زن هرچی بیشتر بود پیروز بود. به طور امر کلی این بود. تعداد بره بالا، مردم بیارین شمشیر زن، بگین یک اشهدی بخونین، یه چیزی بکنین، مسلمان بشین، شمشیر بدین دستشون، تعداد شمشیر زن‌ها بیشتر بشه، بریم بیافتیم به جون کشورهایی مثل روم شرقی و ایران غارت کنیم. الان که اینجوری نیست. اینا با همون اندیشه هی موشک می‌سازن. موشکی که وقتی با تکنولوژی امروزی روبرو میشه، رو هوا میزننش میفته پایین. به همین دلیل که دوستان در آینده ایران اگر ما دست رو دست هم بذاریم و منتظر باشیم که اینا فروپاشی انجام بگیره، مطمئن باشیم که با بدبختی کامل ایرانیان روبرو خواهید شد. با بدبختی کامل ایران. ما اگه میخوایم صبر کنیم تا اون بدبختی کامل نصیبمون بشه
که بعد اینا فروپاشی بشن دیگه، خودشون از درون فروپاشی بشه؟ مسلما این چیزی نیست که ملت ایران میخوان. 100% فروپاشی بخشی از براندازی خواهد بود. یعنی اینا خودشون به قدر خودشون ضعیف کردند و فروپاشی رخ داده که حالا براندازی به وسیله ملت ایران حتی آسانتر میشه. در نتیجه این گذار از این نظام به طور یقین یک ادغامی از فروپاشی درون نظامی و براندازی مردمی، این یک ادغامی از این دو خواهد بود. و یقین داشته باشید که اگر ملت ایران اون اراده ملی رو داشته باشن، اون خشم ملی رو داشته باشن که دیگه تحمل این ظلم و ستم نداشته باشن، تحمل این فقر و بدبختی رو نداشته باشن، دیگه بگم بس دیگه، چقدر شما پس فطرتید، چقدر شما دوست صفتید، چقدر شما ستمگرید. ببینید ما رو به چه روزی انداختید، ببینید ملت ایران رو به چه روزی انداختن. باز اون عده‌ای که رفت آمدشون در شهرهای بزرگ و در اون نقاط مرفه شهرهای بزرگه نیان بگن نه بابا ایرانی‌ها دارن زندگیشون میکنن همه چی خوبه، گل و بلبل. دوستان عزیز یادتون باشه، بارها و بارها گفتم، باز هم میگم، ایران فقط اون بخش‌های مرفه شهرهای بزرگ نیست. ایران اون کولبر کرد هم هست، ایران اون سوختبر بلوچ هم هست، اون خوزستانی که روی سرمایه‌های ملت ایران نشستند و زندگی میکنن ولی آب سالم ندارن، هوای سالم ندارن، کار ندارن، رودخانه هاشون رو به فنا بردید، کشت ندارن، اونام هستند. چند درصد از مردم ایران باید به فقر و بدبختی برسند تا اون اراده ملی رخ بده؟ چند تا از این جوانای ما باید چشمشون رو از دست بدن، جانشون رو از دست بدن، در زندان‌ها شکنجه بشن، بهشون تجاوز بشه تا ما به غیرت بیایم و بگیم دیگه بسته، تا ملت ایران دستشون بزنن رو زانوهای خودشون و بلند بشند. خیزش ملی، نه اینکه جوونامون و دلاورامون رو بفرستیم تو خیابون فریاد آزادی خواهانه سر بدن، اکثریت ساکت ملت بشن تو خونه‌هاشون بگن امیدواریم که موفق بشن. دعای ما پشت سرشونه. یا نگران باشیم اون نذاریم برن تو خیابون‌ها. یکی از این دو. اون خیزش ملی نیست. خیزش ملی اینه که زن، مرد، پیرمرد، پیرزن، جوان دست در دست هم بگن دیگه بستمونه. خیزش ایرانگرایانه تنها راه نجات ملت ایرانه. صبر کنید، بله ممکنه 10 سال دیگه، 15 سال دیگه اینا خودشون رو بخورن و نابود کنن. شما روند رو نگاه کنید دیگه، تا چه حد میتونن این فقر و بدبختی و این بیپولی رو تحمل کنن. البته اینم بگم ما بزرگترین دشمن ما سرمایه‌های ملی مونه. اگر این سرمایه‌های ملی رو نداشتیم، این پست فطرتان، این جانوران اگر روی سرمایه‌های ملت ایران نشسته بودند تا حالا 10 بار رفته بودند. متأسفانه ایران کشور غنیه، پر از سرمایه‌های ملی، پر از منابع طبیعی که اینها روش نشستند، چارچنگولی چسبیدند و دارن از اون منابع و به صورت‌هایی که اصلا شما فکرش هم نمی‌کنید، نه در بودجه کشوری هست، نه در جایی درد شده. امتیاز به این شرکت میدن، امتیاز به اون شرکت میدن. این چاه نفت رو از این ور دارن قاچاق میکنن و میفروشن. اسکله‌های سپاه اون گونه داره قاچاق میفرسته، از اون ور دارن منابع این معادن طلا رو امتیاز به این شرکت میدن، به اون شرکت میدن. میگن سهم ما رو بدین، برداریم بریم، بدزدین. مال باباشون که نیست. نفت رو بفروشن به چین با 30% تخفیف، مال باباشون که نیست. همون یه مقداری که میاد دستمون بستمونه که قرص بشینیم سر جامون، بقامون رو تضمین کنیم، سرکوبمون رو ادامه بدیم. ملت ایران باید اینو درک کنه که دیگه بسته. به اونجا برسند که اون اراده ملی بگه دیگه بسته. و نزدیک اونجا هستیم. تمام شرایط داره نشون میده که به اونجا داریم میرسیم. امیدوارم که هر چه زودتر به اونجا برسیم و در این راه روش و منش این تلویزیون هم داره تغییر میکنه. به زودی خبردار از تغییرات بزرگی در این تلویزیون هم خواهید بود. تا هفته آینده، بدرود.